سلام خدمت همه دوستان. خیلی خوشحالم. من نمیدونم چرا هر وقت میگم کلگری سرما میخورم. اون دفعه اجرای اول 2012 بود، 2013 بود، سرما خوردم. بعد پارسالم که رو استیج از دوستان لطف کردم برای ما قرص آوردن. بعد دوباره دیروز سرما خوردم. ولی انشالله این شب بخیر بگذره. 2 تا اجرا هم هست. بعد حضور شما عرض شد که من نمیتونم هیجان خودم رو از بودن اینجا پنهان کنم، به خاطر اینکه مجموعه اون ستاپ بیرحمانه‌ای که انجام دادن این رسانه ها و فلان اینا، اینکه کنسرت ها حالا 4 روز تعطیل بشه برام خیلی مهم نبود، برای اینکه جلسات صحبت کردن و حالا کتاب خوندن و اینا البته هنوزم به حال جایی هست که یه آدمایی که میریزن و اون خیلی برای من تراژیک بود که شما طلسم رو شکوندین و خیلی ازتون ممنونم. یعنی دل ما برای این جلسات بیشتر تنگ میشه تا کنسرت. کنسرت مثل کاره، میری بانک و میای مثلا ساعت 9 تا 5 بعد. حضور شما عرض شود که سال 2021 ما یه آلبومی داشتیم کار میکردیم. من الان به ایشون عرض کردم 18 تا، واقعا خودم هم مقدارشو نمیدونم، فکر کنم نمیدونم، واقعا نشمردم، ولی چون حالا بعضیش هم غیر آفیشیال بوده و اینا، ولی بعد از رفتن به ترکیه سال 2021 بعد اتفاقاتی که افتاد یه 2-3 ماهی ما یه آلبومی هم درست کردیم، یه نیمه آلبوم بود به اسم با 100,000 که 4 تا 5 تا ترک بیشتر نبود. بعد از اون من رفتم ترکیه و اونجا مشخصا 5 تا کار مستقل آماده کردیم. یکیش که برای یه خواننده زن بود، خانم پارسا، که اون جداست، ولی غیر از اون برای خودم لنگ راک بود که اینجا هست با دوست عزیزم مسعود فیاض‌زاده. اینا دوستای قدیم ایران هم بودن که همدیگر بعد سالها پیدا کردیم و در واقع برای من یه جور نیمه مهاجرت به ایران بود، رفتن به استانبول. حتی خب شرایط کووید و اینکه بیزینس کارمون تعطیل بود و بعد دیگه تا اینجا زیر قرض بودیم و زندگی خیلی سخت بود و اینها، و رفتیم که اونجا یه کمی ارزونتر زندگی کنیم و البته تولید. حالا یه چیزی هم تو وجود من بود، به خاطر اینکه من خطاب به یه آدم خاصی توی یه فایلی گفته بودم زمان من از تو مفیدتر میگذره و این وایرال شده بود و بلا 80 میلیون نگران بودن که چرا نامجو وقتش از ما مفیدتره. بعد چند تا دوستان من خیلی دیدن که آقا از کار نیفت، یعنی فعال باش، اینا نذار پنچرت کنن. مثلا بود که حالا یه لجبازی هم بود که بیشتر از حد معمول کار بکن. یکیش این کتاب بود. البته این کتاب خب حاصل یه سری یادداشت‌های مختلف، بعضی‌هاش ممکنه برای شما جالب باشه در ادامه همون نوستالژی. یکیش یه مجموعه هایکو بود که در کووید شروع شده بود در قرنطینه و تمام شد. به فارسی ریتمیک ترجمه کردم، یه حدود 100 تا فکر کنم 80 تا هایکو که هر دو رو نشر ناکجا منتشر کرده و برای منم معمولا ناشر دیگه به ما دستمزد نمیده. یه مثلا یه قرارداد فرض کنید 20 80 یا 30 70 که هست، به همون تعداد مثلا از 1000 نسخه کتاب 200 تاشو میده به من که ما خودمون ببریم برای جای مختلف. تا اون 200 تا تو ترکیه مونده، به خاطر اینکه من خیلی عجله‌ای از اونجا اومدم و خیلی از وسایل زندگی مونده. ولی اگه دوستان علاقه داشتن که تهیه کنن، نشر ناکجا خیلی دیلیوریشون اینجوری که من شنیدم خیلی مرتب و منظم. حالا در صورت غیر از اون یه آلبوم لنگ راک بود که اینجا هست، یه آلبوم بیتاپ بود که اونم اینجا هست با یه دوست دیگه هم علی جعفری که ما ایران که بودیم موسیقی تئاتر و فیلم کار می‌کردیم. بعد یه آلبوم هم آماده کردیم که داره آماده میشه به اسم اولا، بر اساس همون این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، اسم آلبوم اولا گذاشت و داره فکر کنم یه ما دیگه منتشر میشه. بعد اون 2 تای دیگه 2 تا کارن که الان آماده انتشارن، منتها مثل اون بچه آدمی که براش آرزوهای بزرگتر داری، مثلا میخوای بفرستیش دانشگاه. یعنی یکیش یک مجموعه کاریه که کل موسیقی‌های دهه 60 رو در بر میگیره، ولی اینجوری نیست که آرشیو برداریم
خونه مادر بزرگه و محمد نبودی ببین اینا رو بذاریم کنار هم. من همش رو دوباره خوندم از اول، یعنی همه صدای مجری تا صدای مطهری تا صدای قرآن تا صدای فلان همه رو دوباره اجرا کردم. و اونم یه آلبوم احتمالاً اسمشم بذاریم مینور، همون انقلاب ما انفجار نور بود، اینو انفجار مینور بود، چون مینور همون گام مورد علاقه بنده که همه جا راجبش حرف میزنیم. در تمام اون موسیقی هم قابل ردیابیه که چجوری از یک گام ملانکولیک یک حکومت ایدئولوژیک استفاده، یعنی ما هنوز هم احساساتی میشیم اگر بعضی از اون ترانه ها رو میشنویم. یا موسیقی اون بچهای آلپ بود، یادتونه حتی ساخته استاد انتظامی بود، موسیقی اوریژینال اون سریال نبود. ولی به هر حال یکی اونه، یکی هم یه کاری این کتاب جناب آقای شپره که همین چند ماه پیش نوشتمش داره تموم میشه، یعنی تموم شده داره چاپ میشه. و بعد یک کتاب و CD راجع به حبیب مرحوم حبیب محبیان که من خودم در کار، یعنی در سبک موسیقایی من خیلی اینسپایرد هستم از حبیب. اما بگو قشنگ قابل ردیابی اون قطعه اول بگو که چجوری استراکچرهای حبیب رو داره چیز می‌کنه، حالا با ریتمای لنگ و سنتی و اینا. توضیحاتم تموم شد. خب دیگه حالا میتونیم CD رو بخریم و داخلش. این CD ها هم برای یادگاری یا برای اینکه تحفه است نخرین، تو ماشیناتون هم که هیچ کدوم دیگه CD پلیر ندارین بخرید، فقط ما اضافه بار ندیم. اگر لطف کنین من میشه بار ما کم سبک‌تر میشه. شوخی میکنم، من تو معذوریت نذارم شما. این میکروفونی که میبینین بهترین میکروفون خواننده است در جهان، نویمن KM 185 و خیلی هم گرونه و این مال خودم. حالا من میدونم برای شما معنی نداره ولی چون سالها دوست داشتم که اینو بخرم و بالاخره حضور شما عرض شود که بذار من یه تیکه همینطوری چیز بکنم، یه سوالی بکنم. کسی هست اینجا امروز از برد تیم ایران خوشحال نشده باشه؟ شما گفتی آره. این دوستا نفهم. نه خوشحالی فوتبال پیگیری نمی‌کنین یا اصلا از این تیم بدتون میاد؟ خب بحث جالبیه، اینو میتونید حتی فکر کنم همه با هم نظریم چون کسی دستشو بالا نیاورد. ولی این کار این رسانه‌های لندنیه، این شیزوفرنی ملی، اینکه ما نتونیم خوشحال باشیم، اینکه ما به جایی که همین امروز با شهریارم در مسیر صحبت همین بود، یکم هم دعوامون شد. حالا راجع به اون صحبت می‌کنیم ولی میشه راجع بهش حرف زد. بعد مثل اینه که ما هشتگ میزنیم مثلا برای این دوتا خانمی که خبرنگار بودن آزاد شدن. اون روز من خیلی خوشحال بودم تو خونه، بعد همسرم از من فیلم گرفت، یه چیزی خوندیم و به اسم آزاد شد گذاشتیم و بعد گفتیم آقا بیا هر کی که تو زندانه رو بزنیم، هشتگ بزنیم، از فاطمه سپهری بگید تا بعد یادم آقا چرا تاج‌زاده؟ خب چی الان اون ایران ایدئال تو تاج‌زاده بمونه تو زندان؟ چیه ماجرا؟ یعنی چطوری آدم میتونه راضی باشه یکی تو زندان باشه؟ اگر با آزادی اعتقاد داریم باید به ایرانی اعتقاد داشته باشیم که یک زمانی حزب جمهوری اسلامی هم توش باشه، اونا هم بتونن نماینده بیارن مجلس. یه همچین ایرانی مورد نظره، نه ایرانی که یکی بیاد اون بالا وایسه دوباره بقیه حالا هر چی با حجابه رو با شلاق بزنیم بره تو خونه. خب 82 اسمش از نسبی گرایی لیبرال یا یقین گرایی ایدئولوژیک. من از میدونم وسط بحث میام، بعد یکی دو تا تیکه های رومانتیک میخونم، بعد از جای مختلفش میخونم. حواستون به تایم هم باش. در ماهای میانی این سال مطابق آنچه بر من رفته بود، منظورم سال 1400 بخشید آره دیگه 1400 که تازه که رفته بودم ترکیه، این کتاب مال همون ساله. با عنایت با آنچه سالهاست بر همه ما میرود و دهه هاست که بشر اندیشه ورز حساس در سراسر گیتی با آن مواجه است، پاسخی برای این سوال نمیافتم. این هر دو مسیر در زیست جهان ما راه به کجا میبرد؟ دوست نازنینم خیلی زیاده.
دوست نازنینم مهدی به دیدنم آمد در استانبول. روزی در پیاده روی در ساحل دریای سیاه همین دغدغه را با وی مطرح کردم که گویی لیبرالیسم، مثبت اندیشی، گشوده بودن نسبت به دیگر فرهنگ‌ها، همین کانادای شما یا آمریکا و تفاصیل جهان، نهایتاً با ساخت تکنولوژی که لاجرم تنها او میتوانست مخترع آن باشد، ما را غرق در نوعی بی‌حسی می‌کند که قوه داوریمان را از دست بدهیم. از ما موجودات مؤدب می‌سازد. همین دیروز توی یه فرودگاه نیویورک، فرودگاه کوچیکش، یه آقای سوت چیز دکمه الارم اشتباه زد، یه الارم بد صدای با صدای بسیار وحشتناک 8 دقیقه داره توی سالن پخش، همه نشستن، هیچ کس اعتراض نمیکنه و اگر کسی اعتراض کنه میشه آدم بیادب، نافرمانه فلان. یعنی این ذات سیویلیزیشنه که از ما میخواد بز باشیم، مؤدب باشیم، سرتا بنداز پایین. این خب البته تضاد هم داره، چون اگر نباشی با جای دیگه مشکل پیش میاد. حالا ما را غرق در نوعی بی‌حسی می‌کند که قوه داوری من را نسبت به همه چیز از دست بدهیم. اما در آن سوی الله کلنگ تفکر افلاطونی نشسته که راست و محکم و بی هیچ پیچیدگی یا در افتادگی به ورطه نسبیت رک و صریح بیان می‌دارد آنچه من میگویم درست است. مثل رهبر معظم، مثل خیلی چیزای دیگه. و بهترین راه رستگاری است در این جهان. کدام جهان؟ جهانی که قطعاً من آن را فهمیدم و یقین دارم که باقی تفاسیر نسبت به فهم من الکنند و ناقص. پاسخ دوستم مهدی بی‌نظیر بود. آن را در اینجا می‌آورم. گفت این دوگانه را باید در ادامه مسیر ایمانگرایی یا فیدئیسم و نیست انگاری یا نیهیلیسم جستجو کرد. انتهای ماجرای let it go و اینکه همه بر حقند، نمونهش همین تریبون برابر است که مجازی برای همگان فراهم آورد. آنجا که سخن به لکنت مطلق میافتد، ببخشید که این تریبون در نهایت ختم به نوعی بی‌معنایی مطلق می شود. هیچ وقت از اون میگفتن تز و آنتی تز قراره از توش سنتزی رخ بده. شما یک دونه بحث اینترنتی دیدین که از توش سنتزی رخ بده؟ به جز اینکه همدیگه رو بلاک کنن؟ هیچ وقت این دیالوگ، این برابری ختم به اون چیزات دموکراسی که مد نظره نشد و نمیشه. قراره که بیشتر از توش خشم و نفرت به وجود بیاد. حالا و الان خشم و نفرت هم بذاریم کنار، حالا اون مال آدمای بی‌ادب احساساتی یا فلان، ولی در نهایت بی‌معنایی به وجود میاد، یعنی از توش معنی بیرون نمیاد. آنجا که سخن به لکنت مطلق میافتد، ساموئل بکت هوشمندانه تر از هر کس دیگر در این جهان در دوران مدرن آن را دریافت و به بهترین نحو در آثارش بیان کرد. گویی او در آغاز یک پایان بود. در انتظار گودو رو یا بخونید یا ببینید حتما. نمایشنامه است. آنجا که هر امر ذهنی از جمله خود زبان در یک مسیر حدوداً 100 ساله از اواخر قرن 19 که اندیشیدن درباره خود زبان هم بخشی از دانش شد، زبان شناسی اصلا به وجود اومد، به پوچی امور عینی اشاره میکرد. در انتظار گودو گویی اعلام افلیج بودن ذهن و عین با هم است، بازنشستگی زبان و بی‌معنایی هر گونه تفسیر. این حرف دوستم توجه من را به روی آمدن پاپ آرت در فاین آرت جلب کرد. حالا دیگه در هنرهای دیگه هم هست. در همان دهه برآمدن بکت چگونه تفسیر جدی جکسون پولاک یا مارک روتکو از آشفتگی جهان جای خود را به رندان خندیدن پیروان اندی وارهول به هر گونه تفسیر داد. یعنی به جایی که مثل جکسون پولاک رنگ رو بپاشیم روی بوم تا آشفتگی جهان سرمایه‌داری و کثافت مدرنیسم رو تفسیر ذهنی من از این جهان رو نشون بدیم، خود شت رو بیاریم بذاریم جلوی تفسیر، جلوی تصویر. یعنی به جایی که سابجکتیو باشه قشنگ ابجکتیو بشه. مثل آدمای بعدی که اومدن دیگه، آقای اندی وارهول خود سوپو کشید. تکرار این سوپ که تو سوپرمارکت میبینی، هنوزم میبینی، تکرار این روزمرگی، حالا هر چیزی که میخوایم بهش نسبت بدیم. یا روزنکویست، کاراش دنبال کنید، الان تو موزه نیویورک هست. روزنکویست ماتیک، همین میریم سفورا و جاهای دیگه، لوازم آرایشی خانوما، یه طبقه کوچیکش از یک برند کوچیکش که مثلا میشه یه چیز اینقدی، مثلا 5 تا 6 تا ماتیکه که توی جای گذاشته، اینو برداشته 16 متر کشیده، بزرگ ماتیکی
که تو در برابر هیولا واقع میشی، در برابر کاتیوشا، در برابر جنگ، در برابر رابطه جنسیت و خشونت، در همه چی رو جلوت میذاره. یه ماتیک کامل با تمام همون براق بودن و جذابیتی که اون تو اون بسته‌بندیش هست. خب یعنی تفسیر ابجکتیو به جای سابجکتیو نشست. مسخرگی خود سوژه ها به جای تفسیر از اون مسخره ها نشست و بعد از آن کمیت بی انتهای دنیای دیجیتال این چرخه را کامل کرد و هنوز با سرعت دارد در آن جهت پیش می‌رود. نمونه‌های اخیرش خریدن املاک و مستقلات مجازی متاورس یا برنده شدن در حراجی‌های هنری دیجیتال NFT است. نیهیلیسم مطلق، هیچ مطلق. اما در سوی دیگر تلاش احیانا مذبوحانه است برای معنا دادن به جهان. داعش میخواد به دنیا معنی بده، میخواد یه معنی رو جلوی ما بذاره، بگه آقا دنیا رو بعد اینجوری. فرق نداره، طالبان یه معنایی از جهانه. درسته که ما ازش نفرت داریم ولی بالاخره معنا هست، یه معناییه. میگه دنیا باید اینجوری باشه، میگه زن‌ها باید برن تو، میگه مردا باید ریش بذارن، میگه یعنی ایده داره. برای بعد جالبه که وقتی هم یک تفسیری معنا داره برای جزئیات تصمیم میگیره. یعنی خامنه‌ای برای جای بشقاب چنگالای ما هم در آشپزخونه اگر بتونه سیستمش تصمیم میگیره، یا سیستم‌های توتالیتر گرفتن. چجوری که همه لباس یه جور میپوشیدن بچه‌های SS نازی یا چیزای دیگه. از فتح هاوانا توسط کاسترو اگر نخواهیم حالا تا نازیسم و انقلاب اکتبر عقب برویم و این دوگانه را از زمانه بکت به این سو بررسیم، از آنجا گرفته تا بازگشت به خویشتن آل احمد، تا فتح و قلع و غم هر گونه نشانه زندگی مدرن در توسط انقلاب اسلامی، تا معناهایی که امروزه دنبال آنند و دنبال آنی. نمونهش معنایی که همین عرض کردم، طالبان و داعش بر جهان سوار میکنند و از آن هم ظریف‌تر معناهایی که حالا در بزرگداشت محیط زیست، بزرگداشت مظلومیت ها، کره زمین داره گرم میشه، حیوونا رو از سیرک نجات بدیم، اینا همه کالت‌های جدیده، همه دینه، همه میدونی، همه داره به ما میگه که یک دنیای بهتری هست که اگر به حرف من بکنی من تو رو میبرم به اون دنیا، توی دنیایی که دیگه حیوونا رو نمیکشن. خب نگرانی برای گرمایش این کره مسخره، در حالی که اگه تو بخوای لانگ ترم ببینی، چرا لانگ ترم 100 ساله ببینی؟ لانگ ترم 100,000 ساله ببین که این کره زمین بالاخره به میره، چه ما بخوایم چه نخوایم، ما هم از بین میریم. دایناسورها 65 میلیون سال تو این کره بودن و رفتن، بیشتر 160 میلیون سال. ما هم این قدیم از این جهان، از این هستی، از این حیات. ما هم یه ترکیبات پروتئینی هستیم که زده و برینمون کامل شده و اینجوری. اگر میخوای ببینی اونجوری ببین، خیلی تلخه ولی همینه. چرا ما باید حالا صاحب همه چی باشیم؟ بعد یه نسلی رو تو از دیدن سیرک محروم میکنی. چرا؟ برای که 5 تا فیلو در کانادا نجات بدی که بچه فیله اذیت نشه. خب ولی نمیتونی جلوی اون باند قاچاقچی چینی رو بگیری که توی کنگو داره 300 تا تو فیل میکشه برای آجش. میدونی همیشه زدن به هدف اشتباه، گیر دادن به این تیم ملی بدبخت بشه، گیر دادن به خود خامنه‌ای، گیر دادن به اصغر فرهادی، گیر دادن به مهدی مهدوی‌کیا، گیر دادن به فلان، همش بر اساس اون تفسیر. حالا بحث رو پراکندش نکنم. آخرش پرسیدم کدام درست است؟ کدام رو باید برگزید؟ نسبی‌گرایی لیبرال یا یقین‌گرایی ایدئولوژیک؟ این درد منم هست، درد همم هست. ما در همچین جهانی زندگی میکنیم که نمیدونیم بین این دوتا باید کدوم انتخاب. میگن اولا است که قطعا به آینده بهتر باور و امید دارن. همه کالت ها، همه ادیان، همشون میخوان بگن بدن گوش کن بهتر میشه. وعده دادن. حالا اون وعده بهشت میده، اون وعده دنیایی رو میده که همه ویژیتریان بشیم دیگه، هیچ گاوی کشته نشه. دوم که در جهت آن امید هر گونه حرکت فاشیستی و بیرحم رو برای خودش مجاز میدونه دیگه. کار به جایی میرسه
که فایل صوتی میذاره آپلود میکنه، هر کاری که بتونه به هدفش برسه. دادگاه مجازی بر حق است و مجاز است. یعنی همان کالت. دوباره میپرسم میان آن نسبیگرایی مختوم به نیهیلیزم سرخوش مثبت اندیش و این ایمانگرایی منجر به دیکتاتوری ذهن و خشونت، کدام را باید برگزید؟ نمیدونیم. من ندانستم همین. آخرش اینجوری نمیشه. خب من یه بخشای از اینو توی کلاب هاوس 2 هفته پیش خوندم. کسی اونجا شنیده اینو؟ اینجا کسی بوده؟ خب خوشبختانه پس نشد و تکراری نیست براتون. یه تیکه های راجع به یه بحث دیگه است. تأملاتی پراکنده در باب تعهد هنرمند. چیز کنیم اگه حالا سوالی به ذهنتون میرسه میتونید یادداشت کنید، چون این بحث با اون بحث قبلی کلا فرق داره. ما قرار بود طبق وقتی که داریم حالا یه تیکه از کتاب جناب شفرا هم بخونیم، ولی گمانم دیگه فرصت نشه. من اونم پی دی افش رو توی گوشیم دارم. به هر حال الف، حالا میگم 1 برای که ابجدتر و صوتی کلمه صفحه از تا آخر ممکنه قاطی کنه. 1. دوست موزیسیانی که در این سالها کارهایش کم و بیش در گرد همایی‌ها یا تظاهرات سیاسی استفاده شده بود، می‌نالید که هر زمان اتفاقی همچون آبان 98 یا واقعه تلخ موشک در ایران می‌افتد، سیل انبوه ایمیل‌های پیشنهادی یا اشعاری متناسب با رویداد پیش آمده، مثلا برای آبان 98 برایش ارسال می‌شود و او را همیشه متأمل باقی می‌گذارد که وظیفه وی چیست. برای او 2 سوال در 2 سطح مختلف مطرح است. یکی آنکه تعهد او به تحولات جهان بیرون اصالت دارد یا مراقبت از تخیل هنرمندانه خودش. 2. آیا آنکه در زمانه‌ای که در ساختن قطعه جز محبوبیت مجازی و لایک و هیچ عایدی و راهکار و نفعی را نصیب آن شادیان مدنی یا آن قربانیان یا داغ دیدگان یا مصیبت زدگان نمی کند، آیا کسب ماهی محبوبیت از این آب گلالود رنج و ناامیدی دیگران نوعی پس فطرتی یا حتی ناخواسته یا نوعی بیشرمی نیست؟ پس چگونه موقعیتی است که از هر 2 سر موجب باخت است؟ انجامش ندهی بی تعهدی، انجامش بدهی برای خودت یک عمله صوتی جهت شوریدن آرمان دیگران. صبح یارو رو اعدام میکنن، بعد از اون قطعه راک بساز. خواننده مبارز. برای آنان یک سائل یا گدا، سائل توجه هستی، برای خودت هم هیچ. 2. اخوان براهنی به زندان شاه رفتن، شاملو دریابندری هم رفتن، نیما نرفت، اما بر بساط خویش نشست و از ریشه هایش سرود، از انسان سرود، از تلخی انسان، از جهان و زمینی که یک سر ابری است. حالا آنان همه جزوی از تاریخ. قضاوت ما نسبت به تعهد سیاسی اجتماعی آنان چیست؟ آیا گزارمان به همین سادگی است که اخوان وطن پرست بود، نیما وطن فروش؟ نمیشه که. بین اونی که انجام داد و نداد یه چیزه. الان ما هر دو رو آدمای شریفی میدونیم. اول آرتیست میدونیم. ما الان برای قضاوت بین نیما و اخوان نمیگیم اون زندان رفت کارش درست داره. قطعا نمیگیم. پس تکلیف منی که هنوز زنده ام آیا اینه که یا اون یکی آرتیستی که بهش چیز میکنیم که الان همین تیم ملی الان همشون پناهندگی بگیرن خوب میشه؟ چی میشه؟ تعهد بچه تیم ملی متعهد همشون پناهندگی بگیرن، چه همون قطر بمونن پناهندگی کانادا بگیرن پاشن بیان تیم هم نمیخوان، یا همشون برگردن بگن گور پدرت خامنه 11 تاشون برن تو زندان، 23 تاشون برن تو زندان. چی از توش در میاد جز خودزنی؟ راه حل نیست این. خب جیم همین دوست موزیسین هم تعریف میکرد که به خاطر شهرت و خوشنامیش در کمک به امور خیریه مدام در معرض پیشنهادات افرادی قرار میگیرد که قصد جمع کردن ثروتمندان را دارند که از آنان پول جمع کنند جهت کمک به پناهندگان، آوارگان، زنان بی سرپرست و غیره. او میگفت تک تک آن برگزار کنندگان خیریه چنان بر تعهد اجتماعی خود راسخ و امیدوارند که حتی لحظه‌ای تعلل نمی‌کنند تا هر کس را که همراهیشان نمی‌کند یا به روششان نقدی و سخنی دارد از دم تیغ تندخویی بگذرانند.
که مثلا همین مردم تو رو مشهور کردن، این نشانی از بی‌تعهدی توست که قدمی برای ضعفا بر نمی‌داری. چنان که بساط یک دیکتاتوری یا اپوزیسیون سیاسی برای آنکه فهم جهان را بر خود ساده کند، دنیا و آدمهایش را به دو دسته متعهد بی‌تعهد، وفادار خائن، نیکوکار ظالم تقسیم میکنه. برگزار کنندگان یک NGO یا یک برنامه خیریه هم چنین صافی در دست و ذهنشان دارند تا این موزیسین بیچاره را با یک عنوان ساده، مثلا بی‌وطن، مغرور، خودبزرگبین، بی‌تعهد و غیره، به سوژه‌ای برای درک و شناخت تبدیل کنند. وقتی تو یه چیزی اسم میذاری، لذت شناخت رو به خودت میدی. اینو که فهمیدیم بذاریم کنار. کانت میدونم فلان، اینجوری عنوان میدی بهش، چون رفتن و غور کردن و خوندن و اینا سخته، وقت میبره، حوصله میخواد. آره تو این ماجرا شخصی بود. خدا دلیل او برای شرکت نکردن در جمع ثروتمندان خیرخواه چیست؟ او با یک تناقض مواجه است. شغل او موسیقی است، درست؟ اما از یک طرف وی نمیتواند خود را راضی کند بخشی از پولی که دارد برای پناهندگان و بی سرپرستان جمع میشود را به او بدهد. از طرفی هم شرایطی ندارد که اجراش را مجانی کند، چرا که حالا ممکنه یه بار ببخشی، ولی خطر بدعادت شدن خیران هم هست. بیا دیگه شما که زدی بازم بیا مثلا. بعد تنها پیشنهادی که به ذهنش میرسد آن است که از برگزار کنندگان بخواهد از این کاتالیزور فرهنگی ساز و آواز وی درگذرند و که ثروتمندان رو سرخوش میکنن و موجب رفتن دستاشون تو جیبهاشون میشود، از این درگذرن، دستمزد وی را مستقیما بدن به همون مظلومان و پناهندگان، اما بدون موسیقی. خب بدون موسیقی نه دستمزدی هست، نه نیکوکار دست و دلبازی هست که کمک کنه. مشاهده میکنی اگر بنوازد هم متعهد است، هم پول خوبی به او میدهند که از گلویش البته پایین نمیرود. او همین اصل اخلاقی را نشانی از نوع تعهد اجتماعی خود میداند. همین که من حاضر نیستم همچی پولی تو جیبم بذارم، من خودم میگم تعهد من در قبال اون داغ دیده ها. حالا که البته دیگران قطعا به این نکته بی‌توجهند. اگر ننوازد جزو خودی ها نیست، بی‌تعهد پول پرستی است که مسیر جمع‌آوری پول و رفتن به سوی برابری و عدالت مطلق و ساختن فردای بهتر و بهتر رو صد کرده است. 4. چون این انسانی یا باید دلایلش را برای این عدم تعهد ارائه میداد یا انگ بی‌مسئولیتی را بر جان می‌خرید. او از دورانی به بعد مثل خیلی ها فکر میکرد که اگر نام آلبومت را تلویحاً در خدمت یک خواسته عمومی قرار دهی یا از میان کارهایت یکی دو نمونه هم باشد که نشان دهد غم امت در جانت هست، فقی خوشگله مثلا، کافی است. آن هم با در نظرگیری معیارهای البته زیبا شناختی به طرزی که حتی لحظه‌ای موسیقی فدای پیام سیاسی نشود. و از این شر مانیفستش مشخص بود: سیاست میهمان است، رفتنی است. هنر بر سطح می نشیند. جریان‌ها، جنبش‌ها تمام شدنی اند. هنر بر سطح می نشیند. این مانیفست عمومی سالهای سال در نزد بسیاری از هنرمندان امروز تبدیل به باوری عام شده بود که تعهد هنر تنها به خود هنر است. اما وقتی میبینی که نفس زندگی تلخ و وقیح و بیرحم و وحشی و ابصار در رانده شده، تلخی‌های سیاست و اجتماع امور بیپایان و کابوسی تمام نشدنی اند، هی ادام میکنه، هی هر روز تو پا میشی ادام میکنه. تو جز خفه شدن هیچ دیگه ازت بر نمیاد. یعنی میگه من دلغک که نیستم این قطر ازاز همه دوباره فرداش ادام بشه. من بهتر ساکت شم، حداقل احساس حماقت نکنم. و مدام در حال شکل عوض کردن و باور ناپذیر شدن دیگر نه تعهد معنا دارد نه بی‌تعهدی معنا دارد. حرفهای مشتی آخوند مکتب نرفته در باب اقتصاد و محیط زیست و غیره هر روز ما را با این سوال مواجه می‌کند که نکند واقعا داریم خواب می‌بینیم، نکند در برابر دوربین مخفی هستیم. شاید به همین زودا بالاخره تمام شود و ما بفهمیم ما سوژه خنده بوده ایم. 5.
وقتی هر روز وقتی هر روز خبر واژگون شدن یک قایق بادی را میشنوی، هر روز تصویر کودک و زن حامله غرق شده میبینی، هر روز خبر اعدام، برای تو به عنوان آرتیست اگر واقعا متعهد باشی و شرافتی در وجودت سراغ بتوان گرفت، چاره‌ای جز خفه شدن نیست. کودک 2 ساله قبل از آن که حتی بداند 2 ساله است، قبل از شکفته شدن جسم و جانش دمر به روی ساحل میافتد. چه داری در وصفش بگویی جناب آرتیست؟ چه شعری، چه ملودی، هر چه کنی، هر مدیومی که بسازی خود شروع تناقضی تلخ است، چرا که برای تاثیرگذاریش باید دیده بشه و هرچی بیشتر دیده بشه تو بیشرفتری، تو خائن‌تری، چون داری لایک میگیری از مرحوم. وقتی خبر خانه به خانه رفتن وحشی‌های طالبان رو در هرات میشنوی، به ذهنت چه میرسد؟ مستندی درباره دختران آزاردیده بسازی؟ یا دنبال کردن قصه یکی از آنها را بری؟ در قالب کتاب، فیلم، موسیقی یا قطعه شعر، سرنوشت اثرت جز این است که وقتی تازه در بهترین حالت جایزه‌ات را از دست رئیس هیئت داوران جشنواره‌ای در اروپا یا شرق آسیا یا غیربستانی بر تعداد مغروقان حامله و کودکان مرده که آبانها را به ساحل آورده افسوده شده. وقتی تعداد بینندگان موزیک ویدئوی غم‌انگیز تو بالاتر و بالاتر می رود، طالبان دختران هراتی بیشتری را مورد آزار قرار داده، چه کنی؟ کاری کردن تعهد است یا کاری نکردن؟ اینجاست که می توانی هنرمند نباشی و همچون دیگر مردم کاری غیر از هنر بکنی. تعهد واقعی هنرمند در شرایط امروز اگر سکوت نیست، فقط رفتن به وسط میدان است. کاری کردن، کاری کارستان، اسلحه به دست گرفتن، ترکوندن، بمب انداختن. میدونم یه حرفا برام گرون تموم میشه، ولی واقعا همینه. اگر شرایط اینو نداری به عنوان آرتیست خفه شو، چون هیچ کاری از دستت بر نمیاد، چون تو قرار بود که میگن تقلید، میگن محاکاته، یعنی تقلید واقعیت اینقدر خودش کثیفه که تو هیچ وقت نمیتونی کثافتشو به سخره بکشی، یعنی از اون کثیفتر نشونش اصلا نمیشه در اغراق کرد. همه چی اغراق آمیز کثافته. صدای مادری که بچه‌شو اعدام کردن از هر ملودی تو زیباتره و غم‌انگیزتر و اشک‌درارتر. در غیر این صورت وجودت، زیستنت، هر آنچه در مسیر آفرینش متعهدانه هنری میکنی حیله‌گری بیش نیست. همشون دارن حیله‌گری میکنن، هممون بذار بگم، چرا خودم وجود دارم. دعوت مردم به فلان فستیوال صلح، موسیقی برای صلح، دیدی از فوش خواهر مادر بدتره همچه چیزی، موسیقی برای صلح. بعد تو موزیسیانی میری در فستیوال هم میزنی، کدوم صلح؟ دوستی فرهنگ ها. چندمون امجاد حواس بود. 5. این گفته اخیر به وضوح ملهم از جمله معروف همان فیلسوفی است که گفت بعد از آشویتس شعر سرودن وحشیگری است، آدورنو، که در این هم البته تناقضی نهفته است که معنای آن را مختل می کند. استاد نبود که ببیند در گوشه‌ای بی اهمیت از جهان سالها بعد از او شاعران به 2 دسته بزرگ تقسیم شدند: چپ متعهد و پرسر و صدا، اومانیست های محبوب مثل بیژن الهی مثلا. ببخشید اومانیست های محجوب، چون بیچارا محبوب که نبودن. کسی اول انقلاب بیژن الهی رو اینقدر که از سر صدای چپا تو چیز بود، کسی ابتهاج همه گوش میکردن، میخوندن. کسی با آرت تو چیز توجه نداشت. بعد نه که بگیم حالا اون هنر نیست، ولی منظورم که هنر اون متعهد بود، اینا نبود. و بعدتر زمانه نشان داد که تمام آن آرمان خواهان زندان رفته چاه را به جای چاله نشاندند، احترام بین المللی و هویت ایرانی را به چالش کشیدند
تا آزادی این مفهوم سراسر گنگ و پارادوکسیکال و اصم را به دست آورند و دیری نگذشت که هم آزادی به دست نیامد و هم اعتبار پاسپورت از دست رفت، اعتبار ایرانی، و کار ملک و مملکت از دست آریستوکرات های تحصیل کرده کت و شلوار پوش و سالم اعلی حضرت به دست مشتی نظامی کشطبع حیوان صفت فاسد افتاد که برای خودی ها فیلند، برای قدرت های جهان پشه. انتقام سخت میگیریم. قربون دوست برادر، مرسی، ممنونم. شعر متحد اصلا نمیدانست چه میخواهد که آب با آسیاب فلاکت یک ملت ریخت و ایران دوستترین شاه تاریخ را سرگردان گیتی کرد. خوبه این طرفدار سلطنت به ما فوش میدن، اینا هم بدونن این چیزی که واقعیت رو باید گفت. خوبی هم داشته یارو، ربطی نداره. و همگان دیدند که کاشفان فروتن شوکران آواره سفارت‌های اروپایی شدند برای پناهندگی. وارتان سخن نگفت، یک دم در این ظلام درخشید و جست و رفت، ندرلند پناهنده شد. ولی استاد و پدر همگان نیمای بزرگ که سالهای سال پیشتر این خانه، این سرزمین را ابری خوانده بود و وصف سوگواران در میان سوگواران را که خود ماییم. ببین چی خونده بود نیما؟ قاصد روزان ابری دار و کی میرسد باران، سوگواران در میان، هنوز ماییم. ببین شاعر یعنی چی؟ شاعر اون بود، پیامبر بود، همه چی رو گفت. هنوز ما نیما عبور نکردیم که، ولی از کاشفان فروتن شوکران عبور کردیم. من همه دارم فوششون در تلویزیون من متوقع تعطیل شد. چقدر متعهدتر و آگاهتر بود به تلخی هستی شناسانه جهان. شاگردان چپ او ایران را مظهر شب خواندند و او و جهان و تاریخ را تاریک دیده بود. جهان و تاریخ را تاریک دیده بود. برای شاعران پر سر و صدای مرید جمع کن در شب‌های شعر گوته شاه و دستگاه سلطنتش گرگ بودند. برای نیما انسان گرگ انسان بود. این جمله معروف تامس پینه، انسان گرگ انسان است، بعد انقلاب فرانسه. تامس پین زندگیشو بریم بخونید. تامس پین تنها آدمیه در تاریخ که در 2 اتفاق مهم حضور واده. یکی در پدران فاوندر آمریکا جزو 4-5 تا بوده و 1776 1789 15 سال بعدش، چند سال 13 سال بعدش وسط انقلاب کبیر فرانسه است. و آخرم در فقر و بدبختی میمیره. در فقر و حالا گمنامی حداقل میمیره. به هر حال برای همین است که قاصدک اخوان آنقدر تهی از معنا می شود که ایده منجی عالم بشریت هم بر آن قابل تفویض است. دیدی وقتی توی شعری بگی برای یه جهان بهتر، چه میدونم تو منظورت جهانی بود که همه ویژیتریان ها چیز باشن. تو وقتی به جهان بهتر رو تفسیر میکنی، اون تفسیر تو رو بعداً حکومت اسلامی میاد شعر اخوان ورمی‌داره میذاره به جاش میگه قائم آل محمد انشالله ظهور، چون اونم برای یک دنیای بهتری داره انتظار میکشه. تایم ملکوتی دیدی؟ تایم ملکوتی از آن مغرب. یعنی پوفیوز ببخشید تو اینقدر بیریشه‌ای که حتی فارسی هم داره از دستت میره. تو تایم میگی برای که با کلاستر باشی در ذهنت. کدوم ملکوت؟ اما داروک نیما نه تنها بر راستای زیبا شناسانه خود استوار ایستاده که حتی از هنر به مقام جادو و وحی ارتقا پیدا می‌کند. کی میرسد باران در دهه 20 خطی شعر بود، اما هرچه پیشتر رفتیم تبدیل به آیه‌ای پیشگویانه شد. در زمستان اخوان هیچ ایده‌ای از آینده نبود، اما در آن شعر فروغ که گفت آنگاه خورشید سرد شد و برکت از زمین‌ها رفت و ماهیان به دریاها خشکیدند و سبزه‌ها به صحراها خشکیدند و خاک مردگانش را از آن پس دیگر به خود فروغ هم پیامبر بوده، عجیب بوده، اصلا یه دونه بوده، دیگه مثلش نیست واقعا. نه چپ بود نه راست بود، هیچی نبود، شاعر بود فقط. تازه بیچاره یه مجموعه درست هم بیشتر نداره، یک مجموعه که کردتش چسبوندهش اون تاق بالا. این ادراک تو را غیبگو می کند. شاعری چیزی جز درک تلخ و مشکوک از زمانه نیست.
شاعری درک تلخ و مشکوک است از زمانه، اما تعهد دستگاه فکری تو را شکل می‌دهد، تثبیت می‌کند. این دقیقاً همان چیزی است که هنرت را بی‌رمق می‌کند، نازیبا می‌کند، سطحی می‌کند. یقین، هر نوع یقین آفت شعر است. کلیگویی آفت شعر است، منظور اینه. سوتی‌های یقین روزی سر برخواهد کرد و همه اطمینان‌ها بر باد می‌رود. 6. تناقض دیگری که در بیان فیلسوف بزرگ نهفته است سازوکار شهرت در دنیای امروز است. امروز یوتیوبر به جای الهی قمشه‌ای نشسته و اگر غیر از حجو و سرگرمی دیگران بخش‌هایی از جمهور افلاطون را هم از رو بخواند، بسیار تأثیرگذارتر است از کلاس‌های خود آقای افلاطون اگه زنده بشه بیاد. مدیای جدیده. اینجا در دورانی که عبارت مشمئز کننده تولید محتوا، من خیلی از این عبارت بدم میاد، دقیقا از زمانی که زندگی بی‌معنا شده تولید، می‌بینیم توی همیشه میگن هر آیی نقیض خودش رو در درون خودش داره. از زمانی که دیگه بچه‌ها دیدن نماز نمیخونن تو مدارس، کنگره نماز را افتاد. حالا تو ببین وقتی که حجاب و دیگه همه چیز میکنن، دیگه حجاب جدی‌تر میشه، حالا دیگه جریمه رانندگی داره، حالا دیگه فلان داره، در حالی که در 60 قانون حجاب داشتن دیگه این کارا رو نمی‌کرد. هر چیزی که در خطر از دست رفتنش هست تو بیشتر روش تاکید داری. چیزی از ارزش‌های بچه‌های ما کم نمی‌کنه، دقیقاً وقتی که باختی میگی، چون که ارزش‌های بچه‌ها وجود نداره، از دست رفته و باختی، چیزی البته نه کم می‌کنه، کم شد، باختی، تمام شد. بعد حالا این تولید محتوا هم دقیقاً همین، من در اون مطلب قبلی گفتم دیگه، سویای که چجوری ما در زمانه بی‌معنایی هستیم به واسطه فضای مجازی. تولید محتوا همه تولید محتوا میکنن. سس رو میخورن با چیز، دیدی سس داغ میخوره با فلان، بچه‌ها میخوان مسابقه بذاریم نخندیم، هر کی باخت سس بعد همه ببخشید قطعاً هم آدمای تحصیل کرده هم میشینن میبینن، اینجوری نیست که بزن، یعنی ببین تمام شدیم با عرض شرمندگی، تمام شدیم، همه وقت و شرفمون داره میره بابت هیچ. نمیگم قبیالو از سر کار بیاد مهندس بنده خدا این همه سال درس کنه بیا برو بشین چی میگم زبانشناسی بخون یا مثلا ادبیات بخون، که البته ادبیات رو میشه گفت واقعا کاش همه به جای این رمان بخونن، نمیخواد کتاب فلسفی بخونن، رمان اینقدر خوبه. حالا من خودم بیشتر آشتی کردم با رمان به واسطه ازدواج، ولی خب قبلش هم خب پادکست یا هر چیزی، یعنی حس من خودم اصلا نمونه ازلی ابدی نیستم، ولی همش در حال مبارزه ام که آقا همش فوبیای وقت داره. آقا این عمر منه، نشستی یارو سس میخوره همتون 1 ساعت نگاش کنی و میکنیم و هممون این کارو کردیم و میکنیم، اصلا میبره تو رو با خودش و بعد تو حالا یه بار یکی از اینا رو ببین 800 روز دیگه به پیشنهاد میده، 800 مدل دیگه شو، بعد گولت هم میزنه. چی دوست داری؟ ها اسپینوزا دوست داری؟ اسپینوزا، ولی به عامی‌ترین شکلش و به چیپ‌ترین و به سرگرم کننده ترین نون سنگک در 2 دقیقه از هر چیزی که بخوای واسه داره. بعدم تایم سیو کردیم، گفتم لیبرالیسم مثبت‌گرا، همش ما فکر می‌کنیم داریم میبریم، بابا داریم میبازیم به خدا. همش تو می‌دیدی میری سوپرمارکت اینقدر سیو کردی، نمیگه اینقدر کردم تو پاچه، نمیگه بهت کارت کلاب کارت دادم که بیاد از من 10 برابر خرید کردی سود بیشتر شد، میگه ببین چقدر سیو کردی، همش تو داری میبری، ما همه در خدمت تویی. اینه لیبرالیسم. حالا ما با چپ نیستیم، باز بخوام به جای حرف بزنیم میگه چپ، هر چیزی قابل نقد دیگه، یعنی باید آدم یک سویه باید چشاشو باز کنه و هر سویه اینا چیز داره. این چه دنیاییه که ما آخونده رو بکشیم بعدش بیایم اینجوری زندگی کنیم؟ نه این هم ایراد داره، همش ایراد داره. حالا تولید محتوا دیگه از در و دیوار شنیده میشه و تنها آرمان مقدس جهان لایک است و فالوور. هر چه کنی عده‌ای تو را تایید خواهند کرد، عده‌ای به جان خودت و زندگیت میافتند. پس بعد از آشویتس اگر شعر سرودن وحشیگری بود، بعد از توییتر هر گونه بودن متضمن تناقضی است که وحشیگری را نمایندگی می‌کند.
همه ما یه وحشی هستیم در درون، در کمال ادب و تواضع. بلاک کردن نوعی وحشیگریه دیگه. حرف من یکی نیست. نمیخوام بشنوم. بعد دور برمون کی جمع میشه؟ همونایی که منو تایید میکنن، فالوورام کیان؟ همه که حرفشون با حرف من یکیه. خب این چیزی هم قبیله شد که هم خامنه‌ای شد. همه ما الان تو راه داشتیم با شهریار میگفتیم میگن سنترال پروسسینگ یونیت بود، سی پی یو که تو چیز بود. همه ما یه سوپریم لیدر اینقدی تو وجودمون وجود داره. حالا در روزگار امروز همه هم صاحب آشویتسند، هم با آن فیلسوف همدلند، هم فاضلند، هم دانایند، هم شاعرند، هم متعهدند، هم وحشی. همه با هم. روزگار امروز اینه. و خسته نشده این طولانی آیتی که می‌خواستم جای دیگه شما بگم بحث اون رفت دیگه. بذار ازش میگذرم یه جایشو. آها این جالبه. روی دیگر تناقض، من دارم به تناقضات تعهد هنرمند اشاره میکنم دیگه. کل مطلب روی دیگر تناقض، نمیدونم 7 6 8 هر چی. شاعر هنرمند وقتی بر کوس تعهد اجتماعی میکوبد خواه‌ناخواه به راست یا به دروغ ادعای سواد سیاسی و شناخت سازوکارها را هم دارد دیگر. از آن سو شاعری که به حیطه خود مشغول است و تعهدش در این جهان جز به تکنیک و زبان و ریتم کلمات نیست، مثلا حالا کاری که من میخوام بکنم، به مرور تبدیل به پیشه‌وری میشود که به مرور مدام به جای بنیان کندن و انقلاب و زیر و رو کردن به اصلاحات گرایش دارد. اعتراف، الان اعتراف کردم در حضورشون. یه همچی آدمی چون که میخواد درگیر خشونت نشه، حالا من خودم دارم میگم، خودم دارم تارگت میکنم، ولی منظورم که این نگرش اینجوریه که تو وقتی که تعهدت به جای زیر و رو کردن چیز به زیر و رو کردن زبان داری فکر میکنی، در ساعت بیرون خواه‌ناخواه تو میگی بذار به تدریج اتفاق بیفته. حالا سرعتش کم میشود، روز به روز بر سکوتش افزوده می شود. آن سکوت از نظر بیرونی یا نوعی نخوت و غرور هم درش هست. فکر میکنه کیو فلان. و بالاخره دقیقا چون فکر میکنه هیچکی نیست سکوت کرده، ولی خب حالا هر روز بالاخره هم در جایی که از او انتظار حمایت از توده ها را دارن، بالاخره ممکن است خود را به مقام راهنمای اجتماع و معلم ارتقا دهد و مدعی باشد که وظیفه‌اش را در آثارش انجام داده. این تناقضیه که شامل همه میشه. مثل آن دوست نازنین سینماگرمان که اگر سکوت مطلق میکرد، منظورم جناب آقای فرهادیه، بهتر از آن بود که بگوید من کارم آموزش و فرهنگ سازی است. یعنی من کلمه اول جلسه گفتم نفس اون کاری که اون مسیح علی نژاد داره دستش انداخت خیلی بیرحمی بود. بابا تو تاریخ سینما 5 نفر 2 تا اسکار گرفتن، فلینی، برگمن، یکیش هم آقای اصغر فرهادی. تو چه بخوای چه نفر با من ایرانی به این افتخار کن. نرگس محمدی صلح نوبل گرفت، خوشحال باش. تو چجوری با این تناقض در وجودت کنار میای؟ بعد تو اصلا چجوری به خودت حق میدی که به نرگس محمدی بگی خوب یا بد؟ تو زندانه، یعنی 10 سال تو زندانه. شما مجری من و توی سگ تو بغلته تو لندن، تو چه حقی داری اصلا حرف بزنی راجع به اون؟ اصلا صلاحیت نداری حرف بزنی. حالا میگم حالا این نقدی که توی متن به سینماگر هم داره، میگم ولی بهتر بود که به جایی که بگه من کارم آموزش است و فرهنگ سازی سکوت میکرد، بهتر بود. چون در این نوع خود الیت پنداری و ادعای قیم فکر توده ها بودن دارد که این خودش این همون مصباح یزدی میشه دیگه. از افلاطون شروع شد، به جامعه شناسی و هنر آقای آریانپور ختم شد. سوی دیگر ماجرا این است همیشه متأهل‌ها از مردم و تحولات عقبند و نابخردی و بلاهتشان عیان می شود. همین رفیقمون که داشتیم تیکه انداختیم دیدی همه رسیدن، اون تازه 3 سال بعد میرسه و میگه آقا من رئیس. آقا وایسا، ما که میدونستیم اینو، ما اینجا بودیم، شما اومدی. بعد اینو بخونم دیگه تمام. پسری هست به نام امیرعلی نبویان، مجری تلویزیون توی ایران.
من ابتدا با بخش‌هایی از نوشته‌های مفرحش با عنوان من و بابام در منزل دوستی در واشنگتن آشنا شدم. بعد با جستجو در گوگل چهره بسیار زیبایش را دیدم، خیلی خیلی خوش‌تیپه و مناسب هنرپیشگی و مدلینگ بود. چندی پیش در یوتیوب دیدم که مجری مسابقه طنز است در برنامه خندوانه. این مال همون 2-3 سال پیشه. دوست قدیمی هم حسن معجونی که خیلی در تئاتر به او مدیونم، داور آنجا بود. همه اینها عوامل باعث پیگیری هم شد که و نگاه کردم برنامه. کار به آنجا رسید که اعلام شد یکی از برندگان مسابقه شغلش کشاورزی است. همگان و از جمله مجری خوشتیپ به ما احساساتی شدند. مجری گفت ما می‌دانیم کشاورزان ما چند اندازه با مشکلات عدیده و کم آبی درگیرند و علی‌رغم آنکه به این شغل شریف می‌پردازند، پس به افتقار تمام کشاورزان بیستیم دست بزنیم. خب چه تعهدی از این شریفتر و نازنین‌تر. حالا سوی دیگر ماجرا رو بررسی کنیم. کم آبی و اعتراضات اخیر کشاورزان 2 عامل مهم دارد. یکی خست ابرهای آسمان در بارش که قطعا عامل مستقیم آن حکومت و آخوندها نیست، چنان که دختر مجری من و تو میگفت. دوم پروژه های مکرر و ناکارشناسانه سدسازی یا حفر چاهای عمیق است که کشاورزی را به این روز نشاند. یعنی سرزمینی که سالها سرزمین داشتن قنات بوده، اینا هی چاه عمیق زدن، هی سد زدن، هی چاه رو خشک کردن. کشاورزی به این خوشسالی و بدبختی و فلان افتاد. از یه جا آب بگیریم میدیم یه جای دیگه. تعادل رو به هم زدن در طی چند سال. کی زد؟ سپاه. حالا و عامل اول مشکل مشترک ما و کشورهای منطقه است. این که ابرا نمیبارن، خب قطر هم داره که با راهکار درست اونا حتی به صادرات آب شیرین هم مثل رسیدن. عامل دوم دخالت و سیطره تدریجی یک سازمان نظامی ایدئولوژیک نفهم بیسواد اسلحه به دست است که به دستور سردار سازندگی ماشینالات باقی مانده از دوران جنگ را وارد صنعت و کشاورزی کرد و ریشه همه چیز را خشکاند، از جمله قنات‌های 3000 ساله فلات ایران. بعد هم با سرمایه‌اش در مخابرات، راهسازی، دارو، نفت، سینما، محصولات صنعتی، دیجیتال، فیلیمو، فیدیبو، کوف، زهرمار، همه جا نفوذ کرد. بدیهی است که بخشی از این سرمایه نامشروع را هم وارد کار هنر و رسانه و تبلیغات و حراجی آثار نقاشی هم کرد. یکی از نتایج آن هم می‌شود حمایت مالی از برنامه خندوانه. خب پول برنامه‌ای که میگه پاشیم به افتقار کشاورزا دست بزنیم، اون کسی که داده که اون کشاورزا رو بدبخت کرده، که مجری اصلیش با دلبری و خوشمزدگی از مردم عزیز ایران که آنها را عاشقانه دوست دارد با آنها محصولات اسنوا بفروشد. هم برنامه طنز و همان تبلیغات بازرگانی سودش مستقیم یا غیر مستقیم به جیب همان سازمان نظامی میرود که کشاورزی را نابود کرد و کشاورزان معترض را کور کرد یا کشت. حالا بازگردیم به آن لحظه‌ای که مجری خوشتیپ به مهمان ما میگوید بلند شیم به افتخار کشاورزان دست بزنیم. عجب سیرکی. من نفس نمیزنم و میشینم. حالا اگر من بشینم و بلند نشم دست نزنم، متعهدم یا غیر متعهد؟ با این عدم تمکین من به عنایت به آگاهی هایی که دارم، عنایت عین مصداق تعهد نیست دست نزدن من؟ تناقضی دیگر، تناقضی برآمده از دل یک سیرک اجتماعی دیگر. عجب سیرکی. عنوان مطلب بود اشاره به تناقضات تعهد دیگه، برای همین جوابی قرار نبود بدیم. اگر که خسته شدین دیگه بس خواهی یه تیکه شعر بخونم، یه تیکه شعرم تو این داره راجع به سکوت، چون مطلبش طولانیه. اینکه این شعر در ترکیه بیرون استانبول، من دیگه الان توضیح شد، شفاهی میگم که سریع بگم که دیگه خسته نشه. این که بنده مثلا جای غریبه‌ای که میرم میمونم، مثلا همین استانبول، خب من جا رو بلد نبودم، حالا اونجا چون که شرایط زندگی ارزون تر بود، یه ماشین رنتال هم داشتم. بعد خب و قصدم هم نوشتن بود و اینا، و دست می‌ذاشتم اتفاقی روی مثلا یه تیکه آب رو نقشه می‌دیدم رو گوگل مپ مثلا بیرون، بعد می‌زدم مثلا می‌دیدم 45 دقیقه رانندگیه، بعد اتفاقی جایی رو که نوشتم رو گوگل مپ انتخاب می‌کردم، مسیر رو می‌رفتم دیگه، می‌رفتیم به کجا می‌رسیم.
این کار در دوران چند سال مهاجرت خیلی کردم و کلا من خیلی گوگل مپ دوست دارم. ولی بعضی وقتا میرم مشهد رو گوگل مپ و میرم اینجوری کوچه قدیمی، بعضیشون تصویرم داره. این مثلا چجوری شده، مثلا خیابون اسمش عوض شده فلان، یعنی خیلی رو نقشه میری وطنت اینجوری میچرخی، خیلی باحال. خلاصه اون روز که رفتم از یه جای دیگه ماشین رو نبود و گلولای بود و خیلی چیز بود، حالا توصیفات شاعرانش اومده به من. بعد من پیاده رفتم و یه لپتاپم هم همراه بود و رفتم یه دفعه یک دریاچه عظیمی جلوم باز شد که اصلا فکر نمی‌کردم به این منظره برسم، یعنی جنگل و گلولای چیز بود و دیده بودم رو نقشه که درش هست ولی فکر نمی‌کردم اونجوری باشه. فکر می‌کردم باید خیلی بیشتر پیاده برم چون دیگه نقشه‌ای کار نمی‌کرد اونجا و خیلی خیلی زیبا بود و سکوت مطلق بود و من نشستم و نیم ساعت هیچ کار نکردم و این آبه هی میخورد به سر ساحل. بعد با خودم فکر کردم من الان نیم ساعتی سکوت با این 50 سال داره اینجا، نه 500 سال، 5000 سال، 50,000 سال، این پرنده، این فلان و امان، این مثلا کی اضافیه اینجا؟ من. چه کار داشتیم ما اصلا بیایم تو این جهان ما آدم ها؟ این همش بود، قشنگ بود، کنار هم بود، اون میتابید، اون میرفت، اون فلان. نتیجه فکر کردن به این باعث شد که این شعر اومد. نشستم و به دریاچه خیره شدم و این شعر آمد. تنها ما تنها باید که خف بمیریم در این جهان، اطراف و اکناف بی سودا، پرنده و مرغزار و استر بی صدا. تنها ما پروتئین های مخوف چه خوف انداختیم با اصواتمان. سکوت مرجح است، ارجح است، متنبه کند، مشرف کند من به نخستین حاویه، به آشوب اول. مخدوش کردیم جهان را با قصه ها و زر چسناله هامان، باید که هم از اول تنها گوش میدادیم، گوش تنها، نیوش مطلق. میلیون ها سال آب به ساحل خورده و ساییده در سکوت، میلیارد سال خورشید تابیده در سکوت، گاو نامزدش را گاییده در سکوت. تنها ما تنها هماره حرفی، سخنی، تیراهنی، توجیهی، غریوی، مهیب و کشدار و مستدام. حتی شعر نیاید جز از لحظه سکوت. سر تا به پای جهان را از عمق نفس زرد کردیم، زر زدیم، تر زدیم، تر توییت ناب قناری را به توییتر. تنها ما تنها باید که خف مرده بودیم از نخست، از حاویه نخست، از آشوب اول، آنجا که اجرام یک به یک بر مدار خیش مستقر شدند و چشم به خورشید دوختند، نجیب و چرخان و آفتاب دیدند همچون دخت آفتاب ندیده. باید که حلق نمی بود، حنجره نمی بود، صوت نمی بود. برای شأن سکوت هستی باید که چه بسا موسیقی نمی بود، آواز نمی بود. حالا نظر دوخته بر چشمانداز ده، می نشینم در حسرت سکوت سرشار. ماری زیر پایم خزید، قوک به امن آب رفت با همسرش. خوک نفس کشید بی صدا. همه ساکت بودن. ناگهان خری گفت من انسانم پرمدعا بر دو پا. تمام شد. خب شما مدیریتور هستین؟ بله خوش. میخوای خود شما باید صندلی نداریم؟ سوالات کتبیه، شفاهیه یا
دوستان این البته میگه متأسفانه وقتمون کمه و بعد از اونم اجراست شما چیز حالا بخشای دیگه این خیلی مهم نیست ولی اجازه میدید؟ بله خواهش می‌کنم. اگه خواستین از کتاب شپره میتونید 10 دقیقه‌شو بخونید ولی وقت نمیشه. بفرمایید. دوستان ما یه بخش پرسش پاسخ کوتاه داریم و بعدش هم آقای نامجوز و مدیر برنامه‌شون به زحمت کشیدن یه سری CD و صفحه رو بردن که میتونید تهیه بکنید و احتمالاً آقای نامجوز این افتخار می‌کنه که امضا بکنم اگر دوست داشته باشید. خب بخش پرسش پاسخ رو شروع کنید. کسایی که سوال دارن میتونن دستشون رو جرأت بدید خواهد از سوالی همین که اومدیم اینجا با هم ما شما رجا هم تیم بدیم سوال هم سوال نیستش میخواستم اگه میشه چون حالت کوتاه از اون حالتهایی که ترجمه کنیم گفتیم بریتیم که فارسی ترجمه کنیم یه دونه شد میتونیم متاسم همراه ندارم بخدا و کتابش هم بعد از نه کتابشو باید چیز کنیم بذار حالا تا دوستان بعدی سوال میگم من یه دقیقه توی این آیبو کنیم آخه باید انگلیسیشو بخونید تا چیز باشه متاسمانه امکان است یعنی اگر پیدا کنم پیدیوشو دیدیش باید فارسی باشه در واقع حالا با توجه به درک و لول من از زبان انگلیسی و اینکه طبعا حتی نیمه هم محسوب نمیشم برای خودم تجربه جالب بود که چند تا ترجمه فارسی قبلا شده بود مثلا و اینکه مثلا فرض کن به جای دسته مرخا بگی زنجیر زنجره مثلا یعنی این بازی‌های اینجوری تو ذهنم بود که زبانی و ریتمیک باشه از اون ولی اتفاقا تیموش همون هایکو انگلیسی ها رو ترجمه فرانسه هم تیموش کرده یعنی در واقع کتاب مشترک حالا به اسم من اومده ولی کار اونم خیلی ارزشمنده. اسمش هست غراب تنها. یکی از هایکوها اسمش بود یکی غراب تنها. خب در خدمتتون. کسی دیگه سوال داره؟ بفرمایید. سلام، خوشحالم که می‌بینمتون. ببخشید من اصلا طرز صحبت کردم مثل شما توی ادبی نیست. ما خیلی بی‌ادبی کردیم. و در واقع سوال هم نیست، یعنی یک جوری احساس کردم شما نظرتون رو گفتید، من خواستم یک جوری تبادل نظر بشه در واقع. میتونم بگم خیلی از سوالایی که مطرح کردین سوالایی بود که تو ذهن منم بود، از این نظر خیلی خوشحال شدم که اینا رو شنیدم. تعدادی از نظراتتون با نظرات من هم موافق بود، نمیتونم بگم همشون، ولی احساس کردم کلمه تناقض رو که استفاده کردید در واقع شاید شما هم میخواستید نشون بدید که مثلا نظرتون یعنی هنوز به یک نظر مشخص نرسید. بله ولی فقط میخواستم بگم نمیدونم مثلا چون من خودم هم خیلی با این موافقم که نمیشه آدم‌ها رو مجبور کرد که بخوان نظر خاصی داشته باشن یا نظری که دارن رو حتما اکسپرس کنن، ولی مثلا در مورد هنرمندان حداقل نظر خودم این هستش که من احترام قائل میشم واسه کسایی که نظرشون رو حالا توی هر شرایطی بیان میکنن و واسه کسایی که بیان نمیکنن، یعنی حالا به هر دلیلی، همینطور که خود من هم همین کارو کردم، یعنی من هم حالا قطعا قابل مقایسه نیست شهرتم با هنرمندان، ولی توی جمعای شخصی هم که میشینم گاهی اوقات نظرم رو بیان میکنم و گاهی اوقات بیان نمیکنم. فقط همین خواستم بگم دوست داشتم بتونیم دو طرفه نگاه کنیم، یعنی بله یعنی برای راجع به هممون بفهم خوشم این ربط هم مسئله واقعا به شهرت نداره، این که اتفاقا وقتی شما تو اسپاتلایت هستی خطر گمراهی هم خودت بیشتره، هم خطر گمراه کردن یه عده دیگه هم خیلی بیشتره. مثلا همونی که گفتیم اینکه یه آدمایی واقعا خب گول می‌خورن دیگه، یا کسی که تریبون داره میگم دیگه ببین چه نفرتی انداختی تو مردم همین رسانه‌های چجوری مردم از خواسته هاشون جدا کردن
مردم دچار یه چیز شیزوفرنی. شما اصلا در تاریخ ورزش جهان از المپیک یونان یاد داری که مردم یک کشوری خوشحال باشن تیمشون می‌بازه. البته بگذارید این تفصیل اون فوتبالیست‌ها رو چیز نمی‌کنه. اون پارسا، اون تایمی، اونا واقعا معلومه یه تیم کاملا غیر حرفه‌ای هستن که تو روزی که اون بچه‌ها مردن تو داری عکس شادی اینا رو پخش می‌کنی. این دقیقاً از حماقت اون بخش تبلیغاتی تیم ملی بود. ولی دیگه اینا مثل من شما دیگه اونم مامانش نشسته اونجا، اونم وطنش دوست داره، اونم دوست داره که موفق بشه، اونم مثل من شما شاکیه چه کار کنه. یعنی چطوری من وقتی خودم اینجا میتونم بگم که بعد آخرش نتیجه میگه نکنن، نرن، همه تحریم کن. آخر اون دختره همین خانم مفدلی شمالی این سالها در تریبونش میگفت ورزش ایران تحریم کنین. آخه بابا تو به خاطر 2 تا 3 تا آدم که یک موقعیت تراژیکی براشون پیش اومده، حالا جلوی اسرائیل یا جلوی فلان، تو میدونی چند تا ورزشکار از ته یاخچی آباد هیچ رویایی نداره جز اینکه وزنه بزنه تا بتونه بره تو المپیک، شاید یه مدال بگیره، شاید 2 لاخ سبزی مجانی برای خانواده‌اش بخره، شاید یه جاب بهش بدن، شاید یه بیمه بگیره، شاید تو رویاهای چند صد تا آدمو میکشی به خاطر اینکه ورزش ایران رو تحریم کنی. بابا ایران یه معشوقی ما داریم به اسم وطن که دزدیده شده توسط یک سیستمی. این همش باید تو مد نظر داشته باشه. اینا ربطی به هم ندارن. علیرضا جهانبخش تقصیرش چیه که پارسال اون دخترها و خبرنگارها اونا کشته شدن؟ کارش اونه. ما از همه نباید چیزه. چرا؟ در یه صورتی که همه وایسیم، همه چیز کنیم بریم تو خیابون تا همه بیت رهبری بریم، بعد اگه اون نیامد بهش فحش بدیم. ولی اون داره کارش انجام میده. تازه کاری که شاید همون مادران همون داغ‌دیده‌ها و فلان و بهمان اونا بتونن یه لحظه از شادی محلشون، از شادی دورورشون یک قرارشون فراموش بشه. به هر حال اگر همین نشه فوتبالیست که مسئول غم اونا نیست. و اینا خیلی حرفای خطرناک و بدیه من دارم میزنم. و حتی ما که فحش کم نخوردیم در زندگیمون، حالا اینم روش. ولی هیچ کس به این تضاد فکر نمی‌کنه و بیشترش هم اصیلش همین آدمای بیرون از ایرانه. ببین تبدیل به چه فاشیستایی دارن میشن طرفداران بعدن فاشیست. و یعنی دیگه بابا تو زندان صلح نوبل گرفته، خوشحال باش، ایرونی صلح نوبل، ترکا که اینقدر فلان دارن یه دونه تو ادبیات بردن، یا این همه کشورهای دیگه فلان. ما 2 بار صلح نوبل بردیم. این مهمه. چرا بچه من نبود بچه همسایه بود؟ دقیقا اینه. مثلا یکی از محله رفته المپیک ولی من ناراحتم چون مثلا پسر ما نرفته، پسر همسایه رفته. بعد در رابطه با زندانی سیاسی هم استثناء قائل میشن. اسم اونو بیار اسم اون نیار. یعنی چی؟ یعنی فاطمه سپهری رو بیاریم بیرون بقیه بمونن تو زندان. این چه ایرانی شما اصلا ازش تصور داریم؟ و هست و این بیشتر میشه و این مدیا کار خودشو میکنه دیگه. شما می در سراسر اون ماجرای ما یه نفر از خودش نپرسید آقا میخواین دعوتش کنیم هم صحبت کنه؟ یه بار آقا اینا چی میگه؟ اینا حرف بزنه. یا حرف بزنه بهش فحش بدید. بریدن، دوختن، آفیت رو داشتن. همه در مقام دانای کل. من همه چیز رو میدونیم. چی میدونی؟ از چی میدونی؟ وقتی مثلا کل اصلا نفس این کار شما جرم بود. نفس این که شما یه فایل خصوصی رو پلکید بکنید، تازه اون فایل ادیت شده بود، تازه همون حرفای اون فایل همین الانش قابل دفاع است. ما گفتیم این جبرش رو به جایی نمیرسیم، اگه رسید کجا شد؟ چی شد؟ تازه ادیت شدهش قابل دفاع است. غیر از اون ما خطاب به 2 تا آدمی که هی اومده بودن هیکل میریختن برای اجرای ما در این لیستی، گفتیم آقا شما مثلا باید خب مثلا ما فرستم 40 سال که کار موزیک میکنیم توی مملکت، چیز میده این همه کار کردیم، این همه فلان، که شما باید سایکوی فلان که طرف نیستیم که من 1 ساعت وقت من اندازه 6 ماه زندگی توی وقتی جای بره ما این رو گفتیم و بعد این وایرال شد. همه ایران ناراحت شدن که ناظرشون گفته وقت
حالا بگذاریم ما مثل امیر قرنوی شدم دیدی 2007 رو نمی‌کنیم دیگه حالات چیزی کردم میاد دیگه الان خوبه دیگه برنده شدی اینا من اونجا چیزی حالا الان مردم همه میگن تو خونه هم میگن آقا دست بردار ولی حقیقت آقا بد جایم سوخت خیلی بی‌رحمانه بود خیلی نامردی بود و خدا رو شکر که این اتفاق اخیر یعنی من واقعا از فرش به عرش برد حضور یه آدم جدید در زندگی یه آدم حسابی که یعنی من هرچی بگم کم گفتم یعنی در تمام این ماه‌های اخیر همه اونا رو شست و برد گرچه هنوز خشمش درم هست ولی حال من خیلی خوب شد بعد از مدت ها چقدر حرف زدم اصلا سوال که نداریم ما حرف نداریم سوال که نیست بیشتر نه بسه دو چه کار داری خب ببینیم راجع به این بخش صحبتتون که خیلی همه یعنی توقع میره از همه که راجع به همه چیز اظهار نظر کنن عکس سیاسی داشته باشن و خیلی از راه دور دارن یه سری امر و نهی میکنن توقعای بیجایی شاید دارن از طرفی من با این بخش کاملا همدلم یا مثلا که از فوتبالیستا میاریم که به اونا حرجی کارش نیست فوتباله قرار چیزی که ببینیم ولی به نظرم یه بخش دیگه ایشم یه جنبه دیگه ایشم هست که باید بهش دقت کردیم که واقعا آدما مسئولن در برابر رفتارشون درسته که مثلا من تخصصم یه چیزه و قراره تو همون حوزه اظهار نظر کنم ولی به علاوه من دارم در جامعه زندگی میکنم نمیگم توقع دارم از اون فوتبالیست عکس سیاسی داشته باشه ولی میتونم توقع رو داشته باشم که کار 180 درجه مخالفش انجام نده منظورم اینه که راجع به اون مثالی که زدیم فرودگاه و آلارمی که زده میشد و آدم‌ها واکنشی نشون نمیدن اگر هم قرار باشه خیلی اینطوری نگاه کنیم تو هر کانالی که اوکی این آدم قرار فقط راجع به تخصص خودش اظهار نظر کنه و کار کنه پس میشیم تک تک آدم‌هایی که دیگه هیچ آره قطعا نظر نمیدیم و میشیم اون آدم‌هایی که فرودگاه میشن هر اتفاقی هم بیفته واکنشی نشون نمیدن درسته یعنی به نظرم باید یه خورده اینم سر بله اینم سر دو سوی تناقضه درسته و با حرف شما موافقم کامنتی ندارم اضافه کنم به اینکه بعدم بدیگه ما که نمیتونیم جلوی نظر دادن مردم بگیریم یعنی به هر حال کسی هم که مثلا مهندس دکتر شیمی داره کارمند بانک شغل خدماتی داره لوله کشه وقتی که میاد توی اتفاقا این فضای مجازی یعنی این داده به آدما که بتونن احساس روزمرگی نکنن فکر کنن که دارن نقشی دارن خب ولی من یه مثال برای شما بزنم در این که ببین ما طبعا من شما که بگیم من فایده یعنی همه نظر رو میدن باید هم بدن ولی دیدین مقایسه کنیم قتل مهرجویی و پور احمد هم قتل بود بیشک قتل بود و کار رژیم بود و کار جمهوری اسلامی بود هم مهرجویی و بعد برادر خانم مهرجویی اومد تو تلویزیون همین تلویزیون لندن گفت کدوم ما حرف زدیم ببین اهمیت مهرجویی حالا ببخشید اصلا آدم نباید خدا نکرده آدم ها رو دیسکردیت کنه بده ولی خب مختاری و پوینده شهرتشون که اندازه مهرجویی و پور احمد نبود درسته مقدار تعداد بیشتر ولی فوت اون دوتا آدم تازه با 4 تا فقط روزنامه اصلاح طلب و فلان ختم این شد که وزیر عوض شد فلان شد اون استعفا داد این شد یه چیزی روش یعنی مردم نظردهنده یعنی این میدونی این حجمه اذهان عمومی باعث تغییر شد ولی الان با این همه ما توییتر داریم همه ما الان من ندارم از ما یه بدون رسمی دارم خودم هممون داریم هممون صفحه داریم توییتر داریم فلان داریم و داریم این همه روزنامه این همه تلویزیون نتونستیم همچین تأثیری بذاریم حتی یادمون رفت با مهرجویی رو تیکه تیکه کردن مهرجویی بود آفرینی ایران بود مهرجویی خیلی گنده بود همه سینمای ایران اصلا اگه بعد انقلاب سینمای وجود داره به خاطر یکی از فیلم‌های مهرجوییه که اون وقتی که از خمینی اومد پسندید و چیز شد بگن آقا خمینی اگه قیصر رو میدید میگم نه سینما نباشد خدا میشد بابا
یعنی حالا اصلا از اونش هم بذارید اجاره نشینا در تاریخ دیگه مثلش نمیاد از لحاظ کمدی و هامون مثلا خاطره چند نفر ماست اینجا. یک هامون خود هامون یک کالته، یه فرهنگ ساب کالچره. بعد پشتن یا رو تیکش کردن، عکساش هم خودشون پخش کردن برای رعب و وحشت و فلان. خب باشه 4 تا سینماگری که داخلن خب بیچاره میشن، اونا سکوت کردن. اوکی، کدوم از ما که صاحب نظریم حرف زدیم؟ هیچ، تموم شد رفت. دیگه رو اومد تو تلویزیون جونش رو به خطر انداخت، برادر خانمش گفت که این کشته شده. یعنی ببین هست، تریبونه هست، نظر هست، ولی جایی که باید کار نمیکنه و نخواهد کرد. این فقط برای ارضاءات در واقع همون شهوات شخصی خودمونه که بدیهی هم طبیعی هم اصلا نباید داشته باشه. من خودم یکی از همین وبسایت‌های ورزشی به اسم جدی میگم، به اسم ناشناس میرم بعضی وقتا دوست دارم نظر فوتبال بدم، آقا اینجا خوب بازی نکرد، اونجا چیز بود. من خب خیلی عشق فوتبال میرفتم چیز میکردم، میرم نظر میدم. یعنی احساس خوبی داره، این آدم درک میکنه، ولی جایی که جاش بیفته هیچ فایده هیچ بهره ای ازش نمیبره. دوستان ما دیگه باید بریم. یه سوال دیگه رو میتونید جواب بدید؟ باشه دیگه، بلکه 3 تا 3 نشه بازی نشه. خیلی ممنون وقتی گذاشتید توضیحات ارزنده‌تون. چیزی که من در صحبت‌های شما و جواب‌های شما به عزیزان دیگه متوجه شدم اینه که این تناقض همچنان در شما وجود داره و نکته‌ای که اصلا کامل شما به عنوان کسی که به عنوان یک شخصی که عمر بیشتری دارید و طبیعتاً تجربه و علم بیشتری از من دارید، به عنوان یک هنرمند علم بیشتری ندارید. خب به عنوان یک هنرمند، مثال بارز یک هنرمندی که همیشه در سوی مردم سهیم بوده، هم خود شما هم آقای داریوش در زمان قبل در نظام قبلشون معترض بودن، همچنان هم معترض هستن. ایشون وقتی که میان صحبت میکنن آیا به نظر شما برای دیده شدن هست؟ یعنی میخوام بگم که وقتی ذات پنداری میکنی با یک شخصیتی، با یک جریانی، آیا ما میخوایم دنبال لایک و تشنه و سوال هستیم و یا اینکه آیا شخصی که یک ایمپرشن اجتماعی داره به عنوان یک فوتبالیست که میتونه هزار نفر رو از یک خوابی بیدار کنه با یک جمله. امروز رامین رضاییان بعد از بازی یک مصاحبه کرده و انقدر اصلا این مصاحبه خیلی گنگه، فقط در مورد اتفاقا ندیدم اونو. گفت چرا همیشه تو تورنمنت‌ها چیز می‌کنه. انقدر شور و شعف در مردم ایجاد کرده که آیا ما نباید چنین انتظاری از کسایی که جایگاه اجتماعی این چنینی داشته باشیم که شما به عنوان یک کسی که ما هزار نفریم با هزار شبکه اجتماعی که به قول شما هیچ کاری از همون بر نمیاد، ولی وقتی یک شخص یک کلمه حرف در جایگاه درست با پوزیشن اجتماعی درست صحبت کنه چقدر میره جلو. درست. اینو چیزه، اینم با دو سر تمام، یعنی منظورم که اون بخش حرف شما رو نقض نمی‌کنه. این که کاملا درست میگه. اولا که راجع به جناب استاد اقبالی که اصلا آدم خیلی باید ابله باشه کسی که مثلا بگه این برای طرف دیگه توجه از آدم بیشتر در جهان کیه. یعنی طرف یه جامعه شناسی داره موسیقی، مثلا حضور اون آدم چقدر بهتره. یعنی من فکر می‌کنم بعدها در تاریخ موسیقی ویژه ترین آدم موسیقی پاپ ما داریوش اقبالیه، به خاطر اینکه جریان ساز بود. نه الان که همه تریبون‌ها تو دهه 60 شمسی جریان ساز. برای اون آدم مثال نداره، ولی خب شما میدونی بسیار موزیسین‌هایی که اسمش هم میذارن تعهد و فلان و سری راجع به این آواز میخونن، راجع به اون شعر میگن، راجع به من منظورم اشاره به اون چیزا بود. و بعد کل ماجرا من شخصیه، کلش دادم از خودم، از تناقضات خودم میگم. هیچ وقت نه نسخه‌ای میشه پیچید و نه درسته که بپیچی که مثلا راجع به دیگران بگی این تو کاری که داری میکنی میخوای لایک بگیری. من میگم خود من با این تناقض همش مواجهم که خدا چیکار کنم. اگر مثلا من این کار کنم وای رو عالم بشه تاثیر بذاره، داغ مادر اونی که اعلام شده رو که کم نمیکنه که چه کار میشه که الان برای نوید افکاری قطعی ساخته شده شاید امروز هم بخونه بشه، یعنی بعد پلی بک بشه. ولی از این طرف هم این تو ذهنم بود که خب آقا این رسانه‌ای که داریم به ما فحش میدید خب چرا همین قطعه نوید رو پخش نمی‌کنید؟ باز اصلا آدم یک ندای در درونم گفت چه نیازی داری پخش کنم؟ کی دوست داره اینو بشنوه دلش آروم شه؟ فقط مامانش یه نفر بشنوه کافی مگه نیست برات؟ اون پدر BBC پخش کرد نکرد. میدونی اینا چیزایی که در درون خود آدم صدا میکنه. ولی قطعا آدمایی که حالا تریبون دارن بدیهیه که تاثیر شما میگیره دارن و باید هم بذارن. بله حرف درسته.
جان بدم شما سوال داشتین؟ سوال نشید شما آخه شما قبل از اون بالا فکر یعنی صحبت دارم شما بفرمایید. صحبت این زده بزنید بعد خواهد یک سوال دارم به شما ممنون از وقتی مختصر بخش اول صحبتتون یه بحث رو مطرح کردید، تشکیکی مطرح کردید بین انتخاب بین نسبی‌گرایی دنیای مدرن با تعاملی دوربین. سوالی که برام ایجاد شد اینه که آیا ما به عنوان استراتژی دنیای مدرن فقط این دو گزینه رو برای انتخاب داریم یا گزینه سوم و چهارمی هم میتونیم وجود داشته باشه؟ این چیزی بود که در ذهن من شکل گرفته بود و حداقل راجع به اینکه آدم در تفاوت با دنیای امروز به این دو تا مسیر کلی میرسه و بعد یک وقتی هیچ کدوم اینا رو نمی‌بینیم بریم به بزنس اون رو تاریخ کنیم دیگه. من خودم خیلی وقتا اینم اون ولی نکته اینه که یه زمان یه آدمی من یادم خیلی رفت یه جای خیلی رفت خیلی مسافرت در شما و در ایران نمیخوام بگم مثلا آدم پیر مقابل توی امداد خیلی معمولی هم ولی حرف قریبی من زد این سالم بود گفت که گفتم که شکل ما جواب همین سالات رو یاد کنیم مثلا اینجوری شروعی و گفت که هرچی رو تبدیل سال افته داشته نه جواب و این شد دیگه راست گفت یعنی همین سال دو سالات که من گفته سال شما اضافه کرد این که آدم در این تضادها نمیده باید چهار کنه بعد لذت زندگی هم به همین هست دیگه اینی که من به یقین برسم به خاطر یقینش خودم نگه حتی اعمال خشونت بکنه اون خیلی بعده که خب خیلی دارم میکنم جوری که شما مطرح کردید من برداشت این بود که از شما فقط این دو گزینه هست نه من دو تا رو گذاشتم منم بین این دو تا رو میشه چجوری سرگردانی وجود داره چه جالب نه قطعا وجود داره کدوم آهنگاتون رو بیشتر از ذریعه تو بیرون از ایران معنی است و چه خبر تو داخل گردان و ای کاش هم برش خیلی کاش چی پاپیلا نیوز شما هم روتین آهنگا خودتون میشونید شما تو ماشین نامیدید من اصلا بزن اصلا بشم یه جدی میگم برای خوش از این رو جدید نمیگم واقعا یعنی ببینید چون یک دوره‌ای که کار داره تولید میشه کار برداشته بوده این میره تو این میره که این نظر میکنه که بده شهر این نشون این کار بوده این قد بیشتری دیگه مثل حالا اصلا من که سرعت بزن چون از تجربی نداشتم نمیدارم ولی شاید مثل این زایمان این که وقتی که دیگه میشه دیگه ازش میگذاری البته زایمان میذاری ازش نمیگذاری اینجا هاشتیم خب جلسه تموم شد اینجا